تعداد ریز در قطعات مختلف در تار و ستار. این صحبتی که میکنیم در تار و ستار کاملا یکسان هست. معمولا از من پرسیده میشه که چه تعداد ریز باید در یک نوت اجرا کنیم؟ مثلا یک سیاه نقطه دار. گاهی گفته میشه که تعداد اینها باید مضربی از 2 یا مضربی از 3 باشن. اما واقعیت اینه که تحقیقاتی که من در این مورد انجام دادم این هست که شمارش اینها بستگی به سرعت و سرعت قطعه و نوع نوت داره. و همچنین چیز دیگه‌ای که تاثیرگذار هست سرعت ریز هر نوازنده است. برخی از نوازنده ها از سرعت ریز بیشتری برخوردارن، برخی از سرعت ریز کمتری. وقتی ما یک قطعه ای رو مثلا 4 تا سیاه با سرعت 60 اجرا میکنیم، ممکنه در این سرعت بتونیم مثلا 12 تا راست چپ در هر سیاه بزنیم. ولی وقتی همین قطعه تند میشه، با توجه به اینکه ریز من ثابت هست، تعداد اینها ممکنه کمتر بشه و در این بازه سرعتی از 60 به مثلا 120 طبیعتاً ممکنه از 12 تا برسیم به 6 تا و این لابلا ممکنه 12 تا بشه 10 تا بشه 8 تا و بعد بشه 6 تا. البته تا حدی ما ممکنه در زمانبندی‌های مختلف، در سرعت‌های مختلف قدری ریزمون رو برای اینکه بتونیم سرضربمون پر کنیم ممکنه یه ذره از لحاظ سرعتی تغییر بدیم، ولی این خیلی زیاد مشهود نیست. خیلی موقع هم که قطعه ما تند میشه یا میخوایم از تک ریزها استفاده کنیم ممکنه ما ریزمون تبدیل بشه به یک چپ راست چپ که همون دوراب چپ از اینجا ساخته میشه. حتی در سرعت‌های پایین هم ما این کار رو ممکنه بکنیم. چیزی که مشخصه اگر ما تک ریز جهنده بزنیم، بعد از تک ما ریز ما از راست شروع میشه و راست چپ داریم. یعنی طبیعتاً همیشه تعداد راست و چپ بعد از تک برابر خواهد بود. در حالتی که ما تک ریز سنتی میزنیم و ریزمون از چپ شروع میکنیم و با چپ هم طبیعتاً تموم میکنیم، یک حالت فرق وجود داره. یعنی چپ ما یه دونه بیشتر از راست ما خواهد بود. البته اگر با راست اول حساب کنیم دیگه هر دو برابر خواهند شد. بنابراین میتونیم بگیم که تعداد ریز شمردنی نیست و نباید بهش اونچنان فکر کرد. ما باید در زمانی که داریم با توجه به سرعت ریزی که هر نوازنده داره بتونیم اون زمانبندی رو پر کنیم. و اگر خواستیم تکمون فاصله بیفته با ریزش، میتونیم از همون ریز دوراب چپ استفاده کنیم که همون چپ راست چپ خواهد بود برای ریز. و بعد نوت بعدی راست.